مثل که اکثر مسلمان ها نماز نمیخوانند، خیال میکنن که نماز مهم نیست، دل ما مهم است. دل ما پاکیزه باشد شد. روحکتان سیاه کرده بگو دلاتان. دل در اسلام قدر ندارد. نزدیک او درخت شد. وقتی که به او درخت نزدیک شد، هم با وسوسه شیطان، همون شیطانی که تو برادر عزیز فریب داده ایستاده است، که گفت فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. به او درخت نزدیک شد، با حوا دست چنده گرفته بودن، حالا شاید ناخورده بودن. پروردگار فرمان داد تمام لباسهای جنت از بدن آدم و حوا ریخت. آدم و حوا لچ مادرزاد شدن، شرمنده شدن. اثر گناه رو دیدی؟ شرمنده شدن، لچ مادرزاد از خجالت و شرمندگی در پیشگاه خدا برگ درختار گرفتن و در شرمگاهاش موندن که ما از خجالت رهایی یابیم. خداوند خطاب کرد، آدم شرمنده کجا میگریزی؟ کجا پنهان میشوی؟ من به تو نگفته بودم شیطان دشمنی توست، گپی او رو نگیر. من به تو نگفته بودم که شیطان های انسانی و جنی دشمنان شما هستند. ای بندگان من، برای دموکرات ها نروه، برای کمونیستان نروه، برای قرآن و محمد روه. نگفته بودم؟ من نگفتم شیطان به شما دشمنی آشکاراست؟ اکنون دیدی دشمنیشه؟ آدم برای یک سر، برای یک کمبودی از جنت بیرون شد، از رحمت خدا دور شد. 40 سال آدم اشک ریخت، 40 سال بیابان به بیابان ناله کرد، طواف میکرد. بعد از 40 سال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بعد از 40 سال حبیب دلها محمد شفیع کرد، به خاطر گناهاش خدا با گناهش گذشت و توبهش قبول کرد. ببین، برای یک خاطر امر خدا رو ترک. تو عزیز من در یک روز 5 بار امر خدا رو ترک میکنی. در نماز بامداد که شد صبح، خدا به تو فرمان میده بنده من خیر نماز خوان. وقتی نماز پیشین در آمد، باز علاهده فرمان میده بنده من خیر پیشین خوان. نماز عصر وقتش در آمد، با فرمان از بالای عرش صادر میشود بنده من نماز عصر خوان. شام شد، با فرمان صادر میشود. خفتن شد، با فرمان صادر. 5 بار در یک روز خدا برای بندگانش فرمان میده نماز خوان. کسانی که نماز نمیخوانند 5 بار فرمان خدای خدا، فرمان مربی خدا، فرمان آفریدگار خدا اطاعت نمیکنند، قبول ندارند. نه حالشان چیست؟ یک فرمان رئیس جمهور اجرا نکنند، همشه خواب نمیبرد. رئیس های ناحیه او چسکوایا و این و شب و روز میجمعند. 5 بار فرمان میده خدایی که گیت رو به خاک یکسان کرد. 5 بار فرمان میده خدایی که اروپا رو در زیر برف قوتانید. بنده هاش نماز نمیخوانند، با میگه ما بنده خداییم. چی میگوید؟ عزیزی من، شما دو توجه دارم. خداوند شما را شاید به این صحبت من دلتان ملایم کنه، دو ترس خدای قهار در دلت پیدا کنه. اهل نماز شوی. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند و بهر او سجود.
یک گناه نکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. یک گناه تو در یک روز 5 گناه میکنی، با این گناه هم گناه های